چیزیه که همه ما به دنبالشیم و همه ما وقتی از همون میپرسن دنبال چی هستی، یقینا آرامش رو میگیم و دوست داریم اون آرامش رو داشته باشیم. چیزی که تجربه به من ثابت کرده و در تجربه های خودم یاد گرفتم اینه که انسان تا زمانی که به آرامش نرسه، اون خواسته ها و اون چیزهایی رو که میخواد، اون درهایی رو که باید براش باز بشه باز نمیشه و خدا وارد عمل نمیشه. زمانی که استرس داری، تقلا میکنی، زور میزنی و میخوای همه چیز رو کنترل کنی و اعتماد نمیکنی به خالقت، به خداوند، در کنار تلاشت، در کنار استمرارت، در کنار کارها که انجام میدی اعتماد نمیکنی. وقتی به خداوند اعتماد میکنی، به خالقت اعتماد میکنی، در کنار تلاش ها، در کنار اون تلاشی که داری میکنی، حرکتی که داری میکنی، در کنار خودشناسی، در کنار تمام تلاش هات، میتونی این درهایی که بسته است، به ظاهر بسته هستن رو باز ببینی. چون خدا هیچ وقت هیچ دری رو نمیبنده مگر اینکه کلید اون در رو داشته باشه و اون در رو قرار باشه برای تو باز کنه. به خدا اعتماد کن و دست از تقلا، زور زدن و اون استرس بردار. آرامش جاییه که ایمان هست، اعتماد هست و ترس هم جاییه که ایمان نباشه. ترس ها رو رها کن، استرس ها و نگرانی ها نتیجه ایمان نداشتنه. با ایمان ادامه بده.